سرعت جابجاییت پایینه، چابکی پا میخوای فرز باشی، بیا من برات ردیفش میکنم. میخوای مثل این بوکسور آبی مشات مثل اسلحه عمل کنه، بیا من اوکیش میکنم. قدرت و سرعت مشات پایینه، بیا ببین تو این ویدیو یه سری تمرینات آوردم که بدون هیچ تجهیزاتی میتونی از خودت یه جنگجوی تمام عیار بسازی. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش، شک نکن پشیمون نمیشی. خب رفیق، اگه نفس کم میاری تو رینگ، دلیلش اینه که سیستم بی‌هوازیت ضعیفه. این تمرین که دارید مشاهده میکنید و نحوه انجامش رو دارید میبینید در تقویت سیستم بی‌هوازی فوق العاده موثره. حالا سیستم بی‌هوازی چیه؟ با ذکر مثال براتون توضیح میدم. وقتی بدن نیاز فوری به انرژی داره، مثل دو سرعت 100 متر یا مثل تایمایی که شدت تمرین میره بالا، اون لحظه بدن وقت نداره از اکسیژن استفاده کنه. بدن میاد به جای استفاده از اکسیژن از گلیکوژن استفاده میکنه. گلیکوژن توی مایچه‌ها ذخیره میشه و میتونه خیلی سریع به انرژی تبدیل بشه. دقت کردید توی تمرینات وقتی شدت تمرین بالاست، شما کامل حس میکنید که وقتی نفس میکشید انگار هوا و اکسیژن وارد ریه‌هاتون نمیشه. اون لحظه است که سیستم بی‌هوازی فعال شده و از سوخت ذخیره شده‌ای به نام گلیکوژن داره استفاده میکنه. سیستم بی‌هوازی تو فعالیت‌های شدید با تایم‌های کوتاه فعال میشه. اینم از توضیح سیستم بی‌هوازی به زبان ساده و رسا. این تمریناتی که در ادامه میبینید باعث فعال شدن این سیستم میشه و در نهایت نفستون زیاد میشه. توی تمرین اول حرکت برپی رو انجام میدین و بعد شروع میکنید 10 ضربه چپ و راست به صورت متوالی میزنید. افراد حرفه‌ای 7 برپی برن به همراه مشت و مبتدی‌ها 5 برپی و بعدش یه نقطه تعیین میکنید و یه استارت سرعت میزنید و برمیگردید. این تمرین تو 3 ست انجام میشه و بین هر ست 1 دقیقه استراحت. تمرین بعدی معجزه‌ای برای تقویت سیستم بی‌هوازیتون و نفستون رو شدیداً زیاد میکنه. 10 ثانیه بدون مکس نان استاپ به چپ و راست جهش میکنید و فرود میاید روی تک پا و بعد 10 ثانیه دو سرعت با تمام توان و بعدش 10 ثانیه نان استاپ شادو بزنید. همه اینا میشه چی؟ 1 ست. شما باید تو 3 ست اجرا کنید و استراحت بین ست ها 40 ثانیه باشه. تمرین بعدی ترکیب از حرکات پلیومتریک و حرکاتی برای افزایش استقامت عضلانی هستش. برای دوستانی که نمیدونن توضیح میدم. یکی از تمریناتی که شما رو به چابکی و سرعت میرسونه تو جابجاییاتون تمرینات پلیومتریک هستش. پلیومتریک به حرکت‌های سریع و پرشی گفته میشه که عضلات ابتدا به صورت سریع کشیده میشه مثل حرکت‌های پرشی و بعدش بلافاصله تو جهت مخالف انقباض پیدا میکنه. این روندی که الان گفتم باعث افزایش سرعت و قدرت میشه. تمرین قبلی رو با یه مقداری پلیومتریک تلفیق کرده بودم. دوستان این حرکت 3 ست انجام میشه. حرفه‌ای‌ها 12 تکرار برن، مبتدی‌ها 7 تکرار و استراحت بین ست ها 90 ثانیه. استراحت رو کامل انجام بدید. نگید که حالا مثلا بهم فشار نیومده زودتر شروع کنم، چون آسیب میبینید. استراحت رو باید کامل انجام بدید. حرکت بعدی 2 جهش متوالی روی سکو. سعی کنید تو حالت اسکات روی سکو فرود بیاید. مبتدی‌ها با مقداری مکس پرش رو انجام بدن. مثل تصویر نها کنید. پریدم روی سکو، یه پرش دیگه زدم، جفت پا تو سینه و بعد پریدم روی زمین. بعدش دوباره که میخوام اقدام کنم برای پرش، نها کنید یه مکس کوتاهی دارم تا بدنم قشنگ ثبات بگیره، بعد اقدام کنم برای پرش بعدی. ولی حرفه‌ای‌ها اینجوری نه. حرفه‌ای‌ها سعی کنن که پرش‌ها رو متوالی انجام بدن. یعنی لحظه‌ای که پنجه پات زمین رو لمس کرد، فوراً بیا بالا. و اینکه این تمرین تو 2 ست انجام میشه. حرفه‌ای‌ها 7 تکرار، مبتدی‌ها 5 تکرار و استراحت بین ست ها 90 ثانیه. فقط دوستان خوب گرم کرده باشید که توی این حرکت یه موقع پاتون آسیب نبینه. اگر حرفه‌ای‌ها نتونستن متوالی برن، میتونن با همون مکس کردن بین پرش‌ها حرکت رو انجام بدن. قبل از اینکه بریم سراغ تمرین بعدی، این حرکت رو به عشق خودت زدم. اگه حال کردی لایک کن و دکمه سابسکرایب رو هم بزن. کامنت هم فراموش نشه. در حرکت بعد 5 جهش متوالی به سمت جلو داشته باشید. سعی کنید جهش رو با حالت اسکات شروع کنید و با حالت اسکات هم فرود بیاید. برای جهش از کل بدن و دست‌ها استفاده کنید. خیلی کمکتون میکنه. و بعد 10 تکرار اسکات پرشی در جا انجام بدید. در 2 ست اجرا میشه. استراحت بین ست ها 100 ثانیه. برای تمرین بعدی به 2 تا بطری نیاز داریم که به لطف نظافت مردم داخل پارک راحت میتونید بطری پیدا کنید. حالا بطری ها رو پر آب کنید
بعد برید یه جایی رو پیدا کنید که الگوی شبیه به نردبون چابکی داشته باشه، مثل موزاییکای پارک. من خودم اینجا رو پیدا کردم. بطری‌ها رو توی نقطه دلخواه بذارید. حالا تو دو حالت میتونید نردبون چابکی رو با تمام توان و سرعت اجرا کنید، رفت و برگشت. بعد به حالت زیگزاگ تا بطری‌ها استارت سرعت بزنید و بعد بطری‌ها رو بردارید 20 بار حالت پروانه، همونطور که داخل تصویر دارید میبینید. و بعدش 10 بار پرش جفا به سمت بالا، به این شکل مشاهده میکنید. این حرکت رو 3 ست انجام بدید. دوست داری با این مش حریف رو ناکوت کنی؟ میخوای تو مبارزه دیگه دستات خسته نشه؟ ببین این تمریناتی که میگم انجام بده. این تمرین استقامت سرشونهاتون رو هیولا میکنه. نحوه اجراشو دارید مشاهده میکنید. 12 تکرار دست رو یکی یکی ببر بالای لبه، یکی یکی بیار پایین. 7 تکرار هم جفت دست جهش کن رو به لبه. حرکت بعد پوشاپ پرشی. این تمرین باعث افزایش قدرت و انفجار در عضلات سینه و شانه ها میشه و برای استقامت عضلانیتون خیلی موثره. روبروی 2 تا بطری حالت شنا بگیرید و وقتی رفتید پایین، لحظه‌ای که میخواید بیاید بالا با یه جهش بیاید بالا و جفت دستاتون سر بطری رو لمس کنه، یا اینکه بیاد روی بطری رو برگرده، فرقی نداره. 3 ست اجرا کنید. حرفه‌ای 8 تکرار، مبتدی 5 تکرار و استراحت بین ست ها 40 ثانیه. این هم یه مدل دیگه از شنای پرشی یا همون شنای پلئومتریکی هستش که تو انفجاری شدن عضلات سینه و سرشونه فوق العاده موثره و قدرت ضرباتتون رو چند برابر میکنه. به 2 نحوه میتونید اینو اجراش کنید. در حالت اول میتونید لحظه‌ای که شنا رو رفتید خواستید جهش کنید، فقط دستاتون از زمین جدا شه. و روش دوم که خیلی موثرتره، در جهش سعی کنید به علاوه این که دستاتون از زمین جدا میشه، پاتون هم از زمین جدا کنید. اینم 5 تکرار برید و 5 تکرار هم این حرکتی که میبینید اجرا کنید. دراز بکشید روی کمر و با یک گردش و پرش انفجاری یه شنا برید و بعد به سمت بالا جهش کنید. این مدلی. این حرکت رو هم 30 ثانیه اجرا کنید و 30 ثانیه استراحت. دوباره 30 ثانیه اجرا، 30 ثانیه استراحت. 3 ست اجرا کنید اینو. این تمرینی حرکت فول بادی هستش، یعنی کل بدن رو درگیر میکنه. برای عضلات مرکزی فوق العاده موثره. هم عضلات بالاتنه‌ای تو میسازه، هم عضلات پایین‌تنه‌ای تو. تو 2 ست اجرا میشه. افراد مبتدی 5 تکرار برن، افراد حرفه‌ای 7 تکرار و استراحت بین ست ها 40 ثانیه. یه تمرین آوردم واسه اونایی که از خستگی گاردشون میفته تو رینگ و جون ندارن مش بزنن. این حرکت استقامت دستاتون رو خیلی میبره بالا. نحوه اجراشو دارید مشاهده میکنید. افراد مبتدی میتونن وقتی رفتن بالا بیان کامل پایین، یه استراحت، یه مکس، بعد دوباره برن. ولی افراد حرفه‌ای سعی کنن پایین دیگه نیان، یعنی همون روی تنه درخت حرکت رو اجرا کنن دوباره برن بالا، اجرا کنن دوباره برن بالا. افراد حرفه‌ای 7 تکرار، افراد مبتدی 5 تکرار. استراحت بین ست ها 40 ثانیه باشه و این حرکت در 3 ست اجرا میشه. خب بریم سراغ تقویت عضلات شکم و عضلات مرکزی بدن برای 2 برابر کردن قدرت و سرعت مشتامون. خب رفقا نگاه کنید، تمرینات شکم هر کدوم 30 ثانیه باید اجرا شه و اینکه هر کدومش تو 2 ست اجرا میشه. الان تمرین اول مشاهده میکنید. حالت پلانک میگیرید، به صورت ضربدری خودتون رو جمع میکنید به رو به داخل. نگاه کنید ضربدری منظورم چیه؟ یعنی آرنج دست چپ هم نگاه کنید میخوره به زانو پای راستم و دست راستم میخوره به زانوی چپم. این حالت رو اجرا کنید 30 ثانیه و بعدش حرکت‌های بعدی هم که الان مشاهده میکنید دیگه. خب عزیزای دل، ممنونم که تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کردید. رفقا فقط یه مسئله، شما میتونید مثلا کل این تمرینات رو خب حالا تو یه روز نمیخواد انجام بدید، چون مثلا اگه دیدید خیلی زیاده، تقسیم بندیش کنید. مثلا 5 تا حرکتشو من امروز میخوام انجام بدم، 5 تاشو مثلا جلسه بعدی که حالا تمرین داشتم انجام میدم. اینجوری تقسیم بندی کنید برای خودتون و اینکه امیدوارم که لذت برده باشید، استفاده کرده باشید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خواهشاً کانالمون رو سابسکرایب کنید، منت سر من بذارید و اینکه تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه.